تا حالا شده به استخرتون که آبش زلال و شفاف نگاه کنین و با خودتون بگین همه چیز عالیه؟ خب امروز میخوایم دقیقاً همین تصور رو به چالش بکشیم. میدونین نگهداری از استخر خیلی پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد. ما میخوایم 10 تا از مرگبرترین اشتباهاتی رو بررسی کنیم که متخصصا همیشه در موردشون هشدار میدن. اشتباهاتی که هم میتونن به جیبتون ضرر بزنن و هم به سلامتیتون. پس بیاین شروع کنیم. این سوالیه که واقعاً هر صاحب استخر باید از خودش بپرسه. این آب زلال و درخشان واقعاً امنه؟ و جوابش متاسفانه خیلی وقتا یه نه بزرگ و نگران کننده است. بزرگترین اشتباهی که میتونیم بکنیم اینه که فقط به چشمامون اعتماد کنیم، چون خطرناکترین دشمنهای استخر شما کاملاً نامرئی هستن. این حرف رو متخصصای این کار میزنن و واقعاً هم باید جدیش گرفت. اینجوری بهش فکر کنین. یه سهلنگاری کوچیک مثل اولین تیکه دومینوه. وقتی اون بیفته یه زنجیره از مشکلات پرهزینه و حتی خطرناک رو پشت سرش راه میندازه. یادتون باشه توی نگهداری استخر هیچ اشتباهی واقعاً کوچیک نیست. برای اینکه این 10 تا اشتباه راحت‌تر تو ذهنتون بمونه، ما اونا رو توی 3 تا ستون اصلی سلامت استخر دسته‌بندی کردیم: شیمی، مکانیک و روتین. اگه روی این 3 تا مسلط بشین، میتونین جلوی یه فاجعه رو بگیرین. خب بیایم با ستون اول شروع کنیم. ستون اول، آشفتگی شیمیایی. اینجا میدون جنگ نامرئی استخر شماست. جایی که تعادل آب به راحتی میتونه به هم بریزه و اولین اشتباهات مرگبار اتفاق بیفتن. اشتباه اول، اهمیت ندادن به pH. این کار دقیقاً مثل اینه که دمای بدن یه بیمار رو چک نکنین. اگه آب زیادی اسیدی بشه، یعنی عملاً دارین تجهیزات گرون قیمتتون رو توی اسید حل میکنین و باعث سوزش پوست و چشم شناگران میشین. از اون طرفم اگه زیادی قلیایی میشه، کلور یعنی مهمترین سربازتون برای ضد عفونی تقریباً از کار میفته و آب سریع کدر و آلوده میشه. پس تعادل pH اولین و مهمترین خط دفاعی شماست. اشتباه دوم، بازی با سطح کلور. این یکی واقعاً مثل راه رفتن روی لبه تیغه‌ایه. یه ذره کلور کم باشه، استخرتون تبدیل میشه به یه مرداب سبز پر از باکتری و جلبک. یه ذره هم زیاد باشه، انگار دارین توی مواد شیمیایی شنا میکنین که چشمو میسوزونه، پوستو خشک میکنه و حتی به دیواره‌های خود استخرم آسیب میزنه. هدف اینه که اون تعادل طلایی رو حفظ کنین. و اشتباه شیمیایی سوم، بیخیال سختی آب شدن. آبی که زیادی نرم باشه تشنه است و شروع میکنه به خوردن لوله ها و تجهیزات فلزی. از اون طرفم آب اگه زیادی سخت باشه دقیقاً مثل کلسترول توی رگ‌های بدن عمل میکنه. همه جا رسوب میکنه، روی کاشی‌ها لکه‌های سفید به جا میذاره و یواش یواش سیستم گردش آب استخرتون رو مسدود میکنه. خیلی خوب، از دنیای نامرئی شیمی که بگذریم، میرسیم به بخش فیزیکی. ستون دوم، یعنی آشفتگی مکانیکی. این بخش مثل قلب و ریه های استخر شماست. یادتون باشه، حتی اگه شیمی آب عالی باشه، اگه خون توی این سیستم درست جریان پیدا نکنه، همه چیز از کار میفته. برای اینکه بفهمیم بخش چقدر مهمه، بیاین با هم سفر یه قطره آب رو دنبال کنیم. اول، اسکیمرها آشغال‌های درشت مثل برگ رو ازش جدا میکنن. بعد پمپ که قلب سیستمه اون رو با قدرت میکشه تو. بعدش فیلتر مثل کلیه سیستم تمام آلودگی‌های ریز رو ازش میگیره. و در نهایت این قطره آب تمیز و شفاف برمیگرده به استخر. میبینین هر مرحله کاملاً به مرحله قبلیش وابسته است. به این تصویر نگاه کنین. فیلتر شما واقعاً قلب تپنده استخرتونه. کارش اینه که زندگی یعنی آب تمیز رو به کل سیستم پمپاژ کنه. حالا فرض کنین این قلب بگیره و ضعیف بشه. چه بلایی سر کل بدن میاد؟ دقیقاً همون بلا سر استخر شما هم میاد. و اشتباه مکانیکی بعدی، یعنی نادیده گرفتن فیلتر، دقیقاً همین کار رو میکنه. وقتی فیلتر کثیف و مسدود میشه، جریان آب کم میشه و آب کدر میمونه. پمپ بیچاره شما باید 2 برابر کار کنه تا آب رو به گردش در بیاره و اینجوری عمرش کم میشه. و شما هم برای جبران این مشکل مجبور میشین هی مواد شیمیایی بیشتری بریزین توی آب. همه اینا فقط به خاطر یه فیلتر کثیف. اما خب این دومینوی خرابی فقط با فیلتر شروع نمیشه. اشتباهات بظاهر کوچیک دیگه‌ای هم هستن که میتونن این زنجیره رو فعال کنن. مثلا یه سبد اسکیمر که پر شده یا یه نشتی خیلی کوچیک.
به این 3 تا قاتل خاموش نگاه کنین. یه اسکیمر پر که آروم آروم داره پمپ شما رو خفه میکنه. یه نشتی کوچولو که امروز فقط 40 قطره است اما فردا میتونه به کل سازه استخرتون آسیب بزنه. و یه اتاق تجهیزات نمدار و بی تهویه که به تدریج همه چیز رو زنگ زده میکنه و حتی میتونه خطر برق گرفتگی ایجاد کنه. اینا اشتباهاتی هستن که یواش و بی صدا سیستم شما رو از داخل نابود میکنن. و این ما رو میرسونه به ستون سوم و آخر، روتین فراموش شده. ببینین، شما میتونین بهترین شیمی و بهترین تجهیزات رو داشته باشین، اما بدون عادتهای درست و یه روتین منظم همه چیز به هم میریزه. اینجاست که همه چیز به هم وصل میشه. و حالا میرسیم به فریبنده ترین اشتباه ممکن. اشتباهی که خیلی ها گرفتارش میشن. اعتماد کردن به چشمها. این بزرگترین دامیه که میتونین توش بیفتین. این تصویر همه چیز رو نشون میده. سمت چپ چیزیه که چشم شما میبینه، یه بهشت آبی و شفاف. اما سمت راست چیزیه که واقعاً توی اون آب پنهان شده، یه میدان جنگ شیمیایی پر از باکتری، pH ناامن و مواد خورنده. آب میتونه یه دروغگوی خیلی زیبا باشه. برای همینه که کیت تست بهترین دوست شماست، نه چشمتون. اشتباه بعدی توی روتین نادیده گرفتن بکواش هست. حالا بکواش چیه؟ خیلی ساده است. یعنی شما جریان آب رو برعکس می‌کنین تا تمام کثیفی و آلودگی که توی فیلتر گیر کرده شسته بشه و بیاد بیرون. در واقع یه جور ریست کردن حیاتی برای فیلتر شماست. و اشتباه نهم اینه که همین کار ساده رو پشت گوش بندازین. وقتی بکواش رو به موقع انجام نمیدین، فیلتر شما عملاً خفه میشه، کاراییش به شدت پایین میاد و یه فشار وحشتناک و غیر ضروری روی پمپتون میاد. انجام این کار که فقط چند دقیقه وقت میگیره، میتونه سالها به عمر گرونترین قطعه سیستم شما اضافه کنه. خب، ما 3 تا ستون اصلی رو با هم دیدیم: آشفتگی شیمیایی، آشفتگی مکانیکی و روتین فراموش شده. حالا بیاین همه این تیکه‌های پازل رو کنار هم بذاریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. و نکته اصلی دقیقاً اینجاست. تمام اون 10 تا اشتباه مرگبار در نهایت به همین 3 تا ستون برمیگردن. اول روی شیمی آب مسلط بشین. دوم هوای قطعات مکانیکی سیستمتون رو داشته باشین. و سوم به روتینتون پایبند باشین. این 3 تا ستون پایه‌های یه استخر امن و بی‌نقصه. اگه فقط یکی از این پایه‌ها بلرزه، کل ساختمون فرو میریزه. و در آخر این سوال رو از خودتون بپرسین: آیا واقعاً چند دقیقه صرفه‌جویی توی وقت ارزشش رو داره که کل لذت یه تابستون رو به خطر بندازین؟ یادتون باشه نگهداری درست از استخر هزینه نیست، یه سرمایه‌گذاریه. سرمایه‌گذاری برای ایمنی، سلامتی و لذت بردن از تک تک لحظه‌های تابستون. خیلی ممنون که همراهمون بودین.